سلام كمسك الختام. رشوه و ضرر آن در جامعه. به نام خداوند بخشنده و مهربان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در این برنامه ما با شما رشوه و ضرر آن را در جامعه دیده می‌بریم. شنونده عزیز، رشوه امروزها با نامه‌های حق پولی، چای پولی و غیره در بین مردم مشهور است. گناهی کبیره به حساب می رود و رشوه گیرنده و رشوه دهنده و شخصی که بین آنها میان روی می کند گناهکار حسابیده می شوند. الله سبحانه و تعالی می فرماید: و اموال یکدیگر را در میان خویش به ناحق مخورید و به حاکمان اموال خود را مرسانید، یعنی برای رشوه دادن، تا به این سبب اموال گروه دیگر را به ناحق بخورید و شما خود می دانید. سوره بقره آیه 188. الله سبحانه و تعالی در اول آیت ما را هشدار می دهد که اموال یکدیگر را به ناحق مخوریم، به مانند رشوه، به مانند ربا، غصب کردن، دزدیدن و غیره. و در دوام آیت می فرماید: و اموال خویش را به حاکمان مرسانید. به حاکمان رشوه داده اموال دیگر را به ظلم و ستم مخورید و شما خود می دانید. یعنی شما خود می دانید که این رشوه‌ای که به حاکم می دهید به سبب از خود کردن مالی دیگر هاست. پس شنونده عزیز، بیا یک نظر به آن جامعه بکنیم که در آن زندگی داریم. آیا ما این را دیده ایستاده ایم که انسان‌ها رشوه داده منصب را می‌گیرند، رشوه داده زمین را می‌گیرند، رشوه داده صاحب کارخانه می‌شوند و دیگر؟ آیا ما این را دیده ایستاده ایم؟ بله، در اکثر جایها این را ما مشاهده کرده ایستاده ایم و خداوند ما را از این کار منع کرده است. پس اگر مسلمان واقعی باشیم این آیت را عملی کنیم، مالهای یکدیگر را به ناحق مخوریم، از رشوه دادن دست بکشیم. چون شخصانی که رشوه داده صاحب این و آن منصب می شوند، آنها هیچ وقت در فکر آبادانی دیار خود نیستند. آنها تا می توانند آن رشوه‌ای که دادند آن را می خواهند از دیگران بگیرند. پس این است ضرر رشوه در جامعه و چنین جامعه هیچ وقت رشد و ترقی نمی یابد. برای دلیل این سخنها یک بار به آن مملکت‌هایی که رشوه زده هستند به آنها نظر کنیم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در یک حدیث پول حیوان خودمرده را، یعنی کسی که حیوان خودمرده را می فروشد، و پول سگ فروشی، پول شراب فروشی، پول تن فروشی و پول کسی که بین رشوه گیرنده و رشوه دهنده میانه روی کرده آن را کسب می کند حرام گفته‌اند. پس ای شخصی که در بین رشوه گیرنده و رشوه دهنده بین روی می کنی، میانه روی می کنی، این را بدان آن پولی که تو از آنجا کسب می کنی مانند پول زن تن فروش حرام است. ضررهای رشوه: یکم، بیرحمی بین مردم زیاد می شود، چون شخصان جنایتکار می دانند که اگر در وقت انجام دادن جنایت آنها را دستگیر کنند آنها رشوه داده آزاد می شوند. دوم، باوری مردم از نظام دولت می رود. مردم دیگر به حاکمان اخلاص نمی کنند، گپهای آنها را گوش نمی کنند و آنها را بد می بینند. سیوم، عدالت از بین می رود. ناعدالتی در جامعه پهن می شود تا آن درجه ای که جنایتکاران با دادن رشوه خود را سفید می کنند و مردم دیگر حاکمان و قاضیان را باور نمی کنند. چهارم، جور و ظلم در جامعه ریشه می ماند. جور و ظلم زیاد می شود. و پنجم، ناامیدی زیاد می شود. ظالم و قوه ظلم زیاد می گردد. اینها بودند ضررهای رشوه در آن جامعه‌ای که رشوه رواج و رونق یافته ایستاده است. پس برای اصلاح کردن جامعه
از این ضررها باید رشوه را از بین برد. باید رشوه را ریشه‌کن کرد. باید بر مقابل رشوه مبارزه برد. پس بیایید به خود مقصد گذاریم که از همین روز آغاز کرده ما با رشوه مبارزه میبریم. و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیش گرفتند.